تیبا ماشینی که با اسم خود مینیاتور قرار بود بسازن که ارتقای پراید باشه و اسمشو بعداً عوض کردن و شد تیبا که میشه آهو و قرار بود الهام گرفته شده از آهو زیبای ایرانی باشه. بریم ببینیم که این کارو تونستن بکنن یا نه. خب سال 1388 سایپا بالاخره تصمیم گرفت که نسخه ارتقا یافته پراید رو بسازه و اون نسخه شد تیبایی که الان اینجا دارید میبینید که خیلی بیشتر ظاهرش عوض شد و یه مقداری هم روی موتورش کار کردن و موتورش بهتر شد. جلوشو میتونم قبول کنم شبیه آهو باشه و خیلی بد کار نکردن جلوی ماجرا رو. حالا بغل و عقب رو میبینیم که ببینیم چه آهویی دیدن که شبیه به این باشه. خب به بغل ماشین که میایم رینگا رو میبینیم، رینگای 13 اینچیه و خوبه دیگه. فاقش اندازش کاش یه ذره بیشتر بود که حالا بعداً توی رانندگی هم میگم یه ذره موقع اینقدر شاید نمیخوبید، خوبیدنش کمتر بود، ولی خب حالا این فاق بدی هم نداره. رینگای 13، ترمز جلو دیسکیه، عقب کاسه‌ایه، عرض ماشین 1.60 متر که بد نیست، از پراید بهتره که حالا جلوتر میگم. واسه همین یه مقدار توش حداقل واسه عقبی‌ها فضای بهتری داره. ارتفاع ماشین 1.480 متر که از پراید کمتره و یه حالت ببینید قوس مانندی هم داره که خب اذیت میکنه دیگه. واسه سرنشین عقب این اتفاق خیلی بده. اون قوسه واسه افرادی که قدشون بلنده اذیت کننده است و سرشون به سقف میگیره. کاش همون مثل پراید حالت مکعب طور بود. خب عقب که میایم با قسمت بعد ماجرا روبرو میشیم. طراحی کدوم آهویی این شکلیه؟ کجای آهو پشتش این شکلیه؟ این سیبیل داره، پشت آهو سیبیل داره مگه؟ شبیه اون ماشین سبز است تو ماشین ها. حالا عکسشو میذارم. چیه آخه؟ خیلی طراحی پشتش زشت و بده. و حجم صندوق هم بخوام بهتون بگم 367 است که یه مقدار از پراید بیشتر جا میگیره که خب چیز خوبیه، ولی خیلی زشته، خیلی زشته. حالا اینا سیبیلشو بریم داخل ببینیم اوضاع چه شکلیه. در ماشین رو که باز میکنید همش پلاستیکه، هیچ چیز خاصی نداره. این تیکه رو پارچه کار کردن که خب بد نیست، حداقل از اون حالت سادگی شدیدش در اومده. دوتا هم کلید واسه بالا پایین کردن شیشه های جلوه دیگه. وارد ماشین که میشیم یه فرمون خیلی ساده برای حداقل یه ذره فرم و شکلش رو عوض کردن که باز از فرمونهای قدیمی حالا یه ذره بهتر شده، خوشگل‌تره به نظرم. اینجا شما فرمون رو میتونی توی دو حالت به صورت دستی جابجا کنی. دست راهنما اینا خیلی کیفیت پلاستیکیه دیگه، همش پلاستیکه، چیز خاصی نداره. سردنده رو که عوض کردیم، سردنده خودش نیست. فرمون خوبیش اینه که هیدرولیک شده و دیگه اونقدر حداقل صفر نیست، یه ذره الان نرمتره، راحت‌تر میتونی شما جهتتون رو عوض بکنید که خب خوبه. کنسول وسط که ما خودمون خریدیم، کنسول نداره تیبا و این هم قیمتی نداره، هلوش فکر کنم 250 تومن تا 300 تومنه، ولی هم
ظاهر رو خیلی بهتر میکنه. همین که کارهای خوبی داره دیگه، دستیتون یه مقدار فضاشو میگیره ولی به نظر من میارزه. اینجا دو دست خوبیه واسه آدم. فضای راننده یه مقدار کمه، کاش بیشتر بود. شما پاتون اینجا میگیره به داشبورد، یه مقدار اذیت کننده است. خود صندلی کامل همه چیش دستیه. بعد شما اینجا فقط کنترل دوتا شیشه های جلو رو دارید، همونجور که گفتم. شیشه های عقبتون هنوزم دستیه، شما هنوزم شیشه هاتون برقی نشده که چیز خوبی نیست دیگه. واقعا این ماشین سال 97 این سال 97 هنوز شیشه های عقبتون نباید برقی باشه، قشنگ نیست. اینجا همش پلاستیکه، هیچ چیز خاصی نداره، یه کلاستر خیلی عادی، همه چی آنالوگه، به شما خیلی اطلاعات خاصی هم نشون نمیده، فقط مقدار بنزین و دمای موتورتون رو. یه خوبی که داره حداقل جای کلیدا خیلی توی تیبا بهتر شده. شما اگه ویدیوهای پراید رو دیده باشید، بررسی پراید رو گفتم اونجا، این کلیدای فلاشر و گرم کننده شیشه ها خیلی جای بدی بودن و راحت پیداشون نمی‌کردی. اینجا الان دیگه هم اومده این وسط کلید فلاشه، کلید گرم کردن هم اومده باز همین وسط، جاش خیلی بهتر شده. دم دست میدونی کجاست، راحت هر وقت که لازمش داشتی اینجا میزنی و استفاده میکنی، خیلی جاش بهتر شده. دیگه چیز خاصی نداره، یه آینه خیلی ساده واسه دنده عقب. آینه های روی خود ماشین جاشون خوبه، اندازه‌شون یه مقدار کوچیکه، کاش یه مقدار بزرگتر بود. آینه‌های سایناپویک خیلی اندازه خوبی دارن، کاش مثل واسه اونا بود، اونا آینه‌هاشون بهتره. این یه مقدار کوچیکه ولی کار را میندازه، به نظرم اونقدر بد نیست. چیزی که خیلی اذیت میکنه این ستونه. این ستون هم جاش بده، هم خیلی پت و پهنه، واسهتون یه نقطه کور خیلی شدید ایجاد میکنه. این پشت رو شما به راحتی نمیتونید ببینید، موتوری چیزی بیاد واقعا خطرناکه. این یه ایراد خیلی خیلی بزرگه توی طراحی این ماشین. آینه های بغل هنوز به صورت دستیه، هنوز برقی نشده. توی تیبا 2 فکر میکنم بالاخره آینه ها تنظیمشون برقی میشه. اینجا هم که هنوز آفتابگیرمون داره. بریم عقب. خب عقب هم که میاد میشینید آپشن خاصی نداره. شما نه تهویه داری نه جا دستی داری، هیچ آپشنی نداره. واسه اون آپشن ها هم بخوایم رو راست بهش نگاه کنیم باید شما خیلی بیشتر از اینا پول بدی و این ماشین که 300 تومنه خیلی نمیشهش ایراد گرفت که این آپشن ها رو چرا نداری. واسه اون آپشن ها شما باید برید رو ماشین های بالای 1 میلیارد و 100 و تازه اونجا شما تهویه مثلا عقبو میتونی داشته باشید. ولی چیزی که میشه بهش ایراد گرفت اینه که دستگیره ها چرا هنوز برقی نشده. این ماشین سال 97 بعد تا سال 97 دیگه شیشه های عقب به صورت برقی بالا پایین میشد. خب این چیز قشنگی نیست واقعا. صندلی رو واسه خودم تنظیم کردم، قدم 1.83، البته یه ذره الان زیاده عقبه ولی بازم معلومه که خیلی جای پای خوبی نداره، چون طول ماشین با پراید یکیه، عرضشی که فرق کرده. به خاطر همین فرق هم به نظرم 3 نفر میتونن تو عقب بشینن، ولی میگم دیگه جا پای خیلی خوبی ندارن، یه ذره اذیت میشه.
بامپ خیلی زیادی هم نداره، ولی میگم این عرض که یه مقدار زیادتر شده، حداقل 3 نفر یه مقدار کمی راحت‌تر میتونن بشینن. دیگه چیز خاصی نداریم. سر یه مقدار خیلی کم میگیره، میگم این حالت قوس‌طوری که داره شما باعث میشه که سرتون بگیره. حالا من قدم خیلی بلند نیست، یکی که مثلا قد 1.86 1.87 قد داشته باشه، اینجا دیگه واقعا اذیت میشه. خب رانندگی رو که بخوایم شروع کنیم، اولین چیزی که خیلی راحت و سریع میتونیم متوجه بشیم اینه که کیفیت عایق بندی توی این ماشین خیلی بهتر شده. صدایی که از بیرون میاد شدتش خیلی کم شده، جیر و اینا خیلی کمتر شده، هست هنوز ولی باز خوب قابل قبول تر شده، حداقل از پراید خیلی بهتر شده. ولی صدای موتور در عوض بیشتر شده. موتور درسته یه ذره از موتور پراید قوی تره، ولی خب دلیل نمیشه این همچین صدای عجیب غریبی بده. صدای موتور هنوز میاد تو کابین، بزنم اذیت کننده است. در غیر این صورت بقیه چیزا بهتر شده. حداقلش اینه که ما یه سکوت کابین بهتری رو میتونیم تجربه کنیم. شتاب یه ذره توی این ماشین نسبت به پراید بهتره، قشنگ میتونید متوجه بشید. از راننده بد نیست، عالی هم نیست. یه مقدار این بغلای پا میخوره به خود داشبورد که اذیت کننده است دیگه. شما مجبوری که صندلی رو ببری عقب‌تر تا این برخورده نباشه، واسه میشه یه ذره جای پاش کم بیاد و خب اذیت کننده است دیگه. شما پس نمیشه خیلی هم صندلی رو ببری عقب. واسه همین باش فضا رو یه ذره همچین بزرگتر درست میکردن. عقب هم که گفتم دیگه 3 نفر میتونن بشینن، چون فاصله ارزیش نسبت به پراید بهتره، ولی خیلی هم راحت نیستن. کیفیت رانندگی یه مقدار بهتر شده، کوبش ها کمتره ولی هنوزم هستش. کوبش کمی هم نیست، یعنی اذیت میکنه. از پراید که خیلی بهتره، ولی خب این خیلی چیز گنده ای هم نیست. پراید صفره، هرچی حالا بیای بالاتر از صفر خب معلومه دیگه بهتر میشه. واسه همین درسته از پراید بهتره، ولی هنوز مشکلات خودشو داره، یه ذره اذیت میکنه، ماشین میکوبه. آینه‌های بغل جایی که رو بدنه دارن خوبه، ولی کاش یه ذره بزرگتر بودن که راحت بتونید پشت و بغل رو ببینید. سایزشون خوبه، بد نیست، ولی میگم بزرگتر بودن خب خیلی بهتر بود. توی ساینا و کویک آینه‌ها خیلی بهترن، سایز بزرگتری داره، شما عقب رو راحت میبینید. اینجا اونجوری نیست، اینجا یه مقدار کوچولوه، اذیت میکنه. کاش از همون مدل آینه رو میذاشتن. ولی خب ستون اینجا خیلی بزرگه و توی دید کامل تاثیر داره و این نقطه کور خیلی شدید و بدی ایجاد میکنه. شما قشنگ یه موتوری بد بیاد، چون موتوری ما هم هر کاری دلشون میخواد میکنن، از هر طرف بخوان میاد. یه موتوری بد بیاد از جلو بیاد، شما اینجا قشنگ نقطه کور بزرگه نمیبینیدش و میتونه خیلی تصادف بزرگی ایجاد بکنه. اگه خریدید تیوا حتما باید اینو بهش عادت بکنید، حواستون بهش باشه. خیلی اصلا حجم بزرگ و بدی داره.
ولی بخوایم اینو فاکتور بگیریم، دید جلومون خوبه، با آینه عقب و خیلی خوب میتونیم ببینیم، اونقدر اذیت نمیکنه. یه ذره میگم باید دستتون بیاد بیشتر، و بدترین نکتهش همین نقطه کوریه که این ستون ایجاد میکنه، وگرنه بقیه چیزاش خوبه، قابل قبوله. حداقل فرمونمون هم که خب خدا رو شکر بالاخره هیدرولیک شده که خب باعث میشه تو پیچا خیلی راحت تر باشید، و از فرمون پراید که هیدرولیک نیست خب خیلی بهتره. اذیتتون نمیکنه دیگه. تو سرعت‌های پایین فرمون پراید خیلی اذیت میکرد، ولی اینجا چون هیدرولیک شده اذیت نمیکنه، خوب شده. ترمزای ماشین ABS که خب خود به خود باعث میشه که ترمزای پراید بهتر باشه، ولی نکته که هست اینه که توی سرعت‌های خیلی بالا یهو که میزنید روی ترمز پشت ماشین در میره که خوب نیست، حس ناامنی به آدم میده و ترسناکه. ولی به جز این کیفیت خود ترمز یه ذره از پراید بهتر شده که باز خوب. حداقل دندا یه ذره بد جا میرن، خیلی هم چیز رو مخیه، یه ذره بد جا میرن. بعد دنده عقب که میخواد بگیرید که افتضاح جا میره، شما قشنگ یکی دو بار تلاش بکنی، بعد یه صدای همچین ترسناک و چیزی هم میده و خیلی بده. اینم دنده های پراید حتی میتونم بگم که دنده های راحت در جا میرفتم. چیز مسخره ایه. خب هست. کولر کیفیت خیلی خوبی داره، باز از کولر پراید خیلی بهتره. واقعا این دوتا سرنشین جلو رو شما میتونید بگید که خنک شدید، در این حد کولر قوی داره. ولی واسه عقب اونقدر رو خنک نیست، باد میرسه، پرتاب باد خوبی داره، ولی نمیشه گفت مثلا واقعا شما میتونی بگی که تو ماشین دیگه کامل خنک میشه. اینم خیلی چیز عجیبی نیست چون تهویه عقبو نداره، واسه همین نمیتونه خیلی عقبو خنک کنه دیگه. نداشتن تهویه عقبم ماشینیه که خب قیمتش پایینه و شما بخواید یه ماشین داشته باشید که تهویه عقب داره باید بری رو هولوش 1.1 میلیارد. اینطورا میتونی یه ماشین بگیری که تهویه عقب داره. چیز خوب نیست اینکه ما تا 1.1 میلیارد هیچ ماشینی نداریم، ولی خب میگم فقط مشکل از یعنی تیبا نیست، کلا تا اون رنج قیمتی این آپشن نیستش. آپشن بالا بردن شیشه‌رم که باز تو عقب نداریم، شیشه های جلو فقط برقیه که باز هم مثل پراید شیشه سمت شاگرد سخت بالا میره، چراشو نمیدونم، کلا اینطوریه. هم تو پراید این مشکل بود، تو این ماشین هم این مشکل هستش. سمت شاگرد شیشهش قشنگ چند روز طول میکشه بره بالا، خب چیز قشنگی نیست دیگه. دو تا دونه آپشن دارید. یه نکته خوب دیگه که داره اینه که شما باک بنزین 41 لیتری داری و با اینکه این عدد با باک بنزین پراید خیلی تفاوتی نداره، ولی نمیدونم چطوریه، حالا یا مصرف سوختش پایین تره، ولی تو سایت یکی رو فکر میکنم شما با یه باک بنزین 2 روز اینطورا، وسیله مقدار رانندگیتون هم داره، 2 روز من روزانه 6-7 ساعت رانندگی کردم، راحت دووم آورد و اوکی بود.
بعد 2 روز تموم شد. پراید تو روز دوم همون اوایل دیگه مثلا تو 1 ساعت اول اینطورا باکش تموم میشد و میرفتیم بنزین بزنیم. مثلا این مصرف سوختش به نظرم یه مقدار از پراید پایین تره و خب اینو با اینکه باکش 1-2 لیتر بزرگتره جمع بزنید یه چیز قابل قبولی بهتون تحویل میده. شما واقعا تعداد دفعاتی کمتری لازمه که به پمپ بنزین برید که خب بد نیست. و جمع بندی میخوایم بکنیم، نکات منفیش میشه صدای زیاد موتور، صدای جیرجیر خود قطعات داخل کابین، مونتاژ بد، مونتاژ واقعا میتونست بهتر بشه، کیفیت پایین قطعات، کوچیک بودن خود کابین میتونست یه مقدار بزرگتر باشه کابین، موتور میتونست قوی تر باشه، از پراید خیلی بهتر شده ولی خب بازم همچین خیلی موتور قوی نداره. ترمزا اونقدر قوی نیست، از پراید بهتر شده ولی خب ماشینی که صفره شما هرچی هم بهتر بکنی مثلا یکم که بشه ماشینت، آره میتونی بگی از پراید بهتر. مثلا همین خیلی چیز عجیب غریبی نیست، ترمزش بهتر شده ولی هنوزم ترمزای خوبی نداره. کلا ماشین ایرانی ترمز اونقدر قوی ندارن. نکته بعدی اینه که تو سرعت بالا ماشین حرکت ارضیاش زیاده و اگه یهو هم بزنید رو ترمز خیلی شدید تکون میخوره پشتش که خودش خوب نیست. آپشن خیلی خاصی نداره، نمیشه خیلی بهش گیر داد که چرا مثلا آپشن های زیادی نداری، چون قیمت پایینی داره ولی بازم آپشن زیادی نداره. این 1-2 تا آپشنی هم که داره خوب کار نمیکنه. بعد دیگه این ستونی که اینجاست خیلی نقطه کور بدی ایجاد میکنه، واقعا خطرناکه، اینو باید حواستون حتما بهش باشه. فضای راننده کاش یه مقدار بیشتر بود، یه ذره پا به داشبورد گیر میکنه و همین این بدیایی بود که داره. خوبیاش اول از همه اینه که فرمونش خوب هیدرولیکه، شما رو اونقدر اذیت نمیکنه. صدا تو کابین بهتر شده، این هم بدیه هم خوبی. خوبی نسبت به پرایده، شما با پراید مقایسه بکنید میبینی که خب آره صدای کابین کمتر شده و سکوت بالاتری داره اینجا ولی بازم میتونست بهتر باشه. پس هم تو خوبیش هم تو بدیش. خوبی دیگه اینه که موتور نسبت به پراید قوی‌تر شده، یه مقدار موقع شتاب گرفتن شما شتاب بهتری بهتون تحویل میده. ترمزها هم با اینکه گفتم خیلی ترمزهای خوبی نیستن ولی خب بالاخره از پراید بهتر شده و کیفیت بالاتری داره از پراید. میشه تو خوبی‌های ماشین هم به ترمزش اشاره کرد. کولرش خیلی قویه، کابینو خوب خنک میکنه، 2 نفر جلو حداقل واقعا خنک میشه. خوبیه دیگه‌ش اینه که سرویس های دوره‌ایش ارزونه، مکانیکش همه جا هست، لوازمش همه جا هست، قیمتاشون پایینه، قیمت خود ماشین خوبه. درسته 300 میلیون پول زیادیه ولی خب حداقل شما میدونی با اینکه 100 تومن داری بیشتر از پراید میدی یه ماشین بهترم واقعا داری تحویل میگیری.
این خوبی بعدیاش بود دیگه. الان انتخاب با شماست، خوبیاشو میذاری یه سمت، بعدیاشو میذاری یه سمت و انتخاب میکنی که آیا این ماشین به درد شما میخوره یا نه. خیلی ممنون که تا اینجا همراهمون بودید. اگر که ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، خیلی به ما کمک بزرگی میکنه. و ویدیو بعدیمون قراره که ویدیوی ساینا باشه، اونم احتمالاً یک هفته دیگه اینطور احتمالاً ویدیو رو میذاریم. تو کامنت ها واسمون انتقادی پیشنهادی دارید حتما بنویسید که بتونیم ویدیو رو بهترش بکنیم. بازم متشکرم که همراهمون بودید. خیلی مخلصیم. یا علی.